سلام دخترا، خوش اومدی به قسمت جدید آموزش بافتمون با من. امروز میخوام راجع به ابزار و متریال بافتمون باتون صحبت کنم. اینکه هر ابزاری به درد چه کاری میخوره و چه کاربردی داره و همینطور راجع به مارکای ژل واکس صحبت کنیم و تحلیلشون کنیم و کلا میخوام راجع به جزئیات ابزار باتون صحبت کنم و مطمئنم که این کلیپ به درد کسایی میخوره که دوست دارن وارد دنیای بافتمون بشن و به صورت خیلی حرفه‌ای ادامهش بدن و حتی ازش کسب درآمد کنن. این ریسه کوچولی هم که کنار موها میبینی، چشم زخماشو با تیشرتم ست کردم. اینو هنرجوم زده و آموزشش تو پستای قبلی هست، میتونی خیلی راحت بری نگاش کنی و تو هم خیلی راحت روی موهات انجامش بدی. خب بریم سراغ آموزشمون. یادتون نره سابسکرایب پیج رو بزنید و همینجا زنگوله رتینه رو فعال کنید. نظرتون هم برام تو کامنت ها بنویسید. جمع‌بندی کلی از ابزارهای بافت مو هستش، میشه گفت ابزارهای پایه هستش، چون ما بافت موهای دیگه هم داریم مثل دردلاکینا که اونا وسیله های مخصوص خودشو میخواد، قلابای مخصوص خودشو میخواد که متفاوت تر از این محصولاتی هستش که اینجا گذاشتم. ولی خب برای شروع کار بافت مو شما به این ابزارا نیاز دارین. یکی از مهمترین ابزاری که نیاز دارین این شونه های فلزی هستش. خب تفاوت این شونه ها با شونه های عادی چیه؟ اولین تفاوتی که خیلی مهم هستش و اولین تفاوتی که اینجا مشاهده میکنید این نوکش هستش که حالت قلابی داره. خب در شونه های عادی و شونه های شنیون این تفاوت رو شما نمیبینید. نگاه کنید، شونه های شنیون سرش قلابی نیست و ساده است، ولی تو شونه های بافت این سرش حالت قلابی داره که ما برای تقسیم بندی های حرفه‌ای ازش استفاده میکنیم. یعنی اکثر بافتکارا از این قسمت قلابش برای تقسیم بندی استفاده میکنن. میرسیم به دم شونه که فلزی هستش و برای تقسیم بندی هم از این قسمت هم استفاده میشه که این نوکش من چون خیلی باش کار کردم حسابی تیز شده. خیلی از بافتکارا میان این نوک شونه را ساهن کشی میکنن برای اینکه تیز بشه و خیلی راحت تر باش تقسیم بندی انجام بدن. این از وسیله کاربردیمون شونه فلزی. خب میرسیم به گیره هامون. از این گیره ها برای تقسیم بندی استفاده میشه و همینطور نگه داشتن مو حین بافت زدن. من بهتون پیشنهاد میکنم که حتما جنس فلزیشو بگیرید چون دوام بالاتری داره، کیفیتش خیلی خوبه و استحکامش هم بیشتره نسبت به شونه های نگه دارنده پلاستیکی. خودم چند سال ازش استفاده میکنم و هیچ آسیبی بهش نرسیده. تو پکای 12 عددی هم هستش. کلیپسمون نیاز داریم که من از این مدل استفاده میکنم، خیلی جنسش خوبه و همینطور دوام بالایی هم داره، خیلی وقت دارمش. میرسیم به قلابمون. من اینجا 3 تا سایز قلاب دارم: قلاب بافت مو یا قلاب آفرو. از این سایزهای کوچیکش برای انداختن مرواری توی مو استفاده میکنم که تو کلیپ قبلی هم نمونهش براتون گذاشتم و توضیح دادم. از این قلابا هم برای گره های آفرو، برای بافتای آفرو که تو قسمت های بعدی حتما راجبش خیلی بیشتر صحبت میکنیم و باهاش آشنا میشین استفاده میشه و سایزهای مختلفی داره. من الان این 3 تا سایزشو دارم ولی اکثرا از این سایز استفاده میکنن، یعنی همه بافتکار این سایز قلابو دارن حتما. خب میرسیم به این ابزارهای فانتزی. من بهش میگم ابزار فانتزی.
اینا ابزارهایی هستن که برای کارهای فانتزی مو استفاده میشن که مطمئنم خیلیاتونم تبلیغش رو توی ماهواره اینا دیدین که موها رو باش جمع میکنن، بافت میزنن و همینطور میشه خلاقیت به خرج داد و استفاده های دیگه هم ازش کرد. خب این وسیله تو بافت مو خیلی کاربرد داره، بهش میگن تاپسیتل. 2 تا سایز داره. من برای دومسبی و مخفی کردن کش مو و حتی پاپیون هم استفاده میکنم. خیلی ابزار خوبیه، میتونید ازش استفاده های مختلف کنید. خلاصه برای من خیلی کاربردی بوده تا الان. و همینطور نخچین که اینم برای تمیز کردن بافت مو. یه سری نکات دیگه هستش که اونو براتون توضیح میدم استفاده میشه. خب میرسیم به کش موهامون یا همون چلگیس. اینجا ما 2 سایز چلگیس داریم. خب میخوام راجع به این توضیح بدم که خیلی فکر میکنن چون چلگیس کوچیکه دوام کمتری داره. اصلا اینطوری نیست. اصلا ربطی به سایزش نداره، ربطی به کیفیتش داره. خب نگاهین چقدر کشسانی داره. مهم اینه که کیفیتش چجوری باشه. چون ما توی بافت از چلگیس خیلی استفاده میکنیم، سعی کنید از کیفیت خیلی خوبش خرید کنید و ازش استفاده کنید. یه سری بافت‌ها رو داریم که مثلا موندگاری یه هفته به بالا رو دارن، مثلا 2 ماهه، 1 ماهه. اینجوری بهتر که از یک کش موی استفاده کنید که دوامش بیشتر باشه. پیشنهاد من به شما اینه که حتما کش مو رو کیلویی بخری. اینجوری هم به صرفه تره، هم بهتره از هر لحاظ که در نظر بگیریم. من خودم کیلویی گرفتم. خب میرسیم به قسمت باحال ماجرا، یعنی ژل واکس. بچه‌ها من از برند ردوان استفاده میکنم. خب برندهای دیگه هم استفاده کردم، مثل آگیوا اینا هم استفاده کردم، ولی از ردوان خیلی بیشتر راضیم. رنگای مختلفی داره. خب حالا تفاوتشون با هم دیگه چیه؟ من تفاوت آنچنانی ازشون ندیدم. هم موادش خوبه، همین که سفیدک نمیزنه روی بافتاتون اینجوری، و هم بوی خیلی خوبی داره، یعنی همه مشتری عاشق بوش میشن. من از رنگ قرمزش هم استفاده کردم، ولی نسبت چسبندگیش نسبت به این رنگای دیگه خیلی کمتر، با حالت نرمی به موها میداد، به بافتتون میداد، یعنی حالت براق کننده هم داشت، ولی چسبندگیش نسبت به این مارکای آبی و نارنج و مشکیش کمتر بود. من زیاد ازش راضی نبودم، ولی تفاوت آنچنانی نداره. همشون یک کار رو انجام میدن، یعنی فقط در مورد چسبندگیشون با هم دیگه تفاوت دارن. اینم از این. خب اینم وزگیر هستش که در آخر بافت مو ازش استفاده میشه برای اینکه وز موها رو بگیره، وز بافتتون رو بگیره و هم بافتتون رو براق تر کنه. یه حالت کف مانند داره که من اکثر مشتریام عاشق این مرحله که به موهاشون وزگیر میزنن. یه حالت اینجوری داره که روش استفادهش هم توی کلیپ های بعدی بهتون توضیح میدم. اینجوری روی بافت میکشیم و میذاریم با باد سشوار خشکش میکنیم. یه حالت خیلی خوبه به موها میده، به بافتتون میده، کارتون رو خیلی تمیزتر و براق‌تر میکنه در واقع. خب تا اینجا من سعی کردم محصولات پایه و خیلی مهم بافت مو رو بهتون معرفی کنم. خب من اینجا میخوام راجع به مهره ها و دیزاین بافت مو براتون توضیح بدم که خیلی تنوع زیادی داره بچه ها. یعنی انقدر دنیای مهره و دیزاین بافت مو زیاده که من واقعا نمیتونم همشو بیارم و نمونهشو بهتون نشون بدم. اینجا نمونه های کوچیکی از مهره ها دارم براتون که همشون برای دیزاینه و خیلی هم تنوع بالایی دارن در واقع.
خب میخوام از این مهره براتون شروع کنم چون نصبش متفاوته با بقیه مهره روی مو. این مهره های روسی هستش. من اینجا 2 رنگشو دارم. من این چند نوع دارم. من این چند نوع دارم از مهره‌های روسی، طلایی و بنفشش و اینم یه مهره دیگه برای دیزاینه. فرق این مهره ها این هستش که این دهنه مهره باز میشه. دهنه دیزاین روسیمون باز میشه و روی بافت مو میشینه. روی بافت مو قفل میشه به این حالت. خیلی قشنگه، خیلی کاربردیه و میتونه یه نمای خیلی جذاب به بافتتون بده. اینم بنفششه. کلا هم سایز بندی مختلف داره هم رنگ بندی. این مهرم روی شاخه موها میشینه که من عاشقشم، واقعا خیلی قشنگه. اصلا یه جلوه دیگه به کارتون میده. خیلی دوستش دارم. روی شاخه های مو میشینه و یه دیزاین خیلی قشنگ به کارتون میده. مهره دیگه که بهتون پیشنهاد میکنم حتما ازش بگیرید مهره سفید یا شیریه. بچه این مهره ها واقعا براتون کاربردیه. خب چون سلیقه 80% از مشتریاتون مروارید سفید هستش. نگاه کنید چقدر خوشگله رنگاش، چه برقی میزنه. تصور این مو باشه، واقعا قشنگه. یه پیشنهاد دیگه هم که براتون دارم این هستش که حتما مهره هاتون رو سعی کنید به کیلو بخرید یا به ریسه های تعداد بالا بگیرید. حالا از اول کار اشکال نداره، همون تعداد ریسه خیلی پایینی بگیرید، ولی از یه مدت به بعد که کارتون حرفه‌ای تر شد و ان شاءالله مشتری خیلی بیشتری گرفتین، سعی کنین مهره ها رو تعداد بالا بگیرید که خیلی براتون میصرفه. یعنی این نکته دیگه بود که گفتم بهتون بگم. ما میرسیم به حلقه هامون که من اینجا سایز کوچیک و بزرگشو دارم. اینا برای دیزاین استفاده میشن، برای کار اسپورت خیلی قشنگه. دنیای دیزاین واقعا متنوعه. نگاه کنید آویزای خوشگلی دارم من اینجا. هندونه برای شب یلدا، انار، گل، ریسه ها رو دارم. اینا روی مو خیلی قشنگن. حالا اینا نمونه های خیلی کوچیکی از دیزاین های بافت مو هن. شما میتونید با مراجعه به مغازه هایی که ابزار بافت مو میفروشن یا خرازی ها خیلی کار متنوع تری هم برید و بخرید. برای دیزاین ما از نخ هم استفاده میکنیم. از این نخ رنگی ها خیلی خوشم میاد، هم جنسش خوشگله هم رو بافت خیلی قشنگه. و همینطور این نخ های رولی که نخ دستبندی هم بهش میگن، این جنسش شبتابی، یعنی تو شب برق میزنه، خیلی قشنگه. برای بافتای ژورنالی و کار اسپورت و کار دخترانه فرقی نداره، همش سلیقه. یعنی شما فقط کافیه خلاقیت به خرج بدین و از این رنگای قشنگ تو بافتتون استفاده کنید. خب من ابزار اولیه بافتمون رو بهتون معرفی کردم. امیدوارم به کارتون بیاد و بتونید ازش استفاده کنید. خیلی خوب دختران، این قسمت هم تموم شد. خوشحالم که تا اینجا همراه هم بودین. اگه سوالی چیزی داشتین حتما تو کامنت ازم بپرسین. سعی میکنم تا جایی که بتونم راهنمایی کنم. چه خوب اگه کمکی از دستم بر بیاد. سابسکرایب پیج یادتون نره و این تو زنگوله کوچیک کنار رو فعال کنید. خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.